ژینا گل من، گل خوشگل من. اصلا آره و واقعا من معتقدم که یک بار آدم عاشق میشه. سال 90 یه ازدواج ناموفق خیلی هم کوتاه بود. دوستان سلام. به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی مصاحبه ژینا کلانتری، دوست دختر سابق شادمهر و فیلمی که با آهنگ شادمهر منتشر کرده، همچنین واکنش شادمهر رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشید. ژینا کلانتری کسی که شادمهر سالها عاشقش بود و حتی براش آهنگ ژینا گل من رو خونده بود، جدیداً با انتشار داب اسمشی با همین آهنگ دوباره سر زبون ها افتاده. داستان از اونجایی شروع شد که شادمهر در یکی از کنسرت های اخیرش اسم ژینا رو از آهنگ معروف ژینا گل من حذف کرد و به جاش گل من رو خوند. درست بعد از این کنسرت، یعنی 4 روز پیش بود که شادمهر در پیج اینستاگرامش آهنگ بی احساس رو به درخواست طرفداراش با ویولون اجرا کرد. اما نکته عجیب این اجرا این بود که شادمهر با ویولونی که تاریخ تولد ژینا روش حک شده بود این قطعه رو اجرا کرد که از چشم مخاطبهاش هم دور نموند. روی این ویولون نوشته شده بود لایف 58 لاف 58 که مصادف با سال تولد ژینا کلانتریه. به گفته طرفداراش انگار شادمهر هنوز هم عشق قدیمیش رو فراموش نکرده. درست فردای انتشار پست شادمهر بود که ژینا هم پستی با آهنگ ژینا گل من رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که بسیار در فضای مجازی سر و صدا کرد. عده‌ای میگن که ژینا این پست رو در اعتراض به حذف اسمش از آهنگ ژینا گل من منتشر کرده. ژینا گل من، گل خوشگل من. میکاپ آرتیست ژینا در پیجش خطاب به مخاطبانی که به ژینا به خاطر استفاده از این آهنگ حمله کرده بودن گفته بود عزیزای دل، انتخاب آهنگ ژینا به سلیقه بنده بوده و صرفاً جهت این بوده که کسایی که ژینا رو به چهره نمیشناسن با این آهنگ متوجه بشن که ایشون کی هستن. دلیلش فقط همین بوده و ژینا جان نقشی تو انتخاب آهنگ یا کپشن یا هر هشتگی نداشتن. اما همین میکاپ آرتیست در جواب کامنتی که از کارش انتقاد کرده بود و گفته بود به هر حال این کار باعث شده که ژینا خیلی حاشیه دار بشه، گفته همین که بعد از 20 سال یهو اسمشو حذف کرده 2 دلیل داره. یک اینکه خود شادمهر هم به ژینا هنوز فکر میکنه و دوم اینکه خودش هم دنبال حاشیه بوده. خب وقتی خودش میخواد ما چرا نباشیم؟ اما ژینا در جواب کوئسچن باکسی که گفته بود واقعا با خودت چی فکر کردی که بعد این همه سال با این آهنگ کلیپ گرفتی، نوشته چی میدونی از اونی که قصهش حرف مردم شد؟ چی میدونی؟ اما ژینا اخیراً در مصاحبه‌ای به عشقش بعد از 20 سال اعتراف میکنه و وقتی مجری میپرسه چند بار عاشق شدی؟ ژینا میگه 1 بار. همچنین میگه ازدواجم برای فرار از خودم بود. میگم چند بار عاشق شدی؟ 1 بار. 1 بار. اصلا آره و واقعا من معتقدم که 1 بار آدم عاشق میشه. مطمئنی اینو؟ مجردی یا متأهلی ژینا؟ مجردم. کلا ازدواج نکردی؟ چرا؟ 12 سال پیش، سال 90 یه ازدواج ناموفق خیلی هم کوتاه بود. ناموفق البته خیلی کلمه همچین اصلا اوکی نیست. به سرانجام نرسیده؟ نه یعنی همون دیگه. خب از روی عقل بوده یا از روی عشق؟ هیچ کدوم. یعنی بین زمین و هوا بودی که انتخاب کردی؟ ژینا در ادامه به فیلمی که از تولدش پخش شده هم واکنش نشون میده و میگه کسی که این فیلم ها رو پخش کرده قطعاً آشنا بوده و من هرگز نمیبخشمش. این فیلم رو خود شخص شما پخش کردی؟ نه به هیچ عنوان. و کسی هم که این فیلم رو پخش کرد من خودم شاید
اینو به جرئت بگم که هیچ وقت نمیبخشمش. میدونی که اسمشو نه نمی‌خوای بگی. نمیدونم. نمی‌دونی اصلا کیه؟ نمیدونم. اصلا نمیدونم. ولی اگر که حرفای من به گوشش میرسه، چون بدترین ضربه زندگی رو به من زد. یعنی خیلی آینده تو رو بس. اصلا کلا مسیر رو تغییر داد. یعنی یک موضوعی که برای تو شخصی و پنهان بود رو یک نفر آشکار دقیقاً کرد. شخصی بود و خیلی جالب که یه سری اصلا از عکسایی که فقط تو اتاق من بود، یعنی من حالا به خاطر اینکه جلو چشم باشه دوست داشتم ببینم، این عکس‌ها رو فقط توی دیوار اتاق خودم زده بودم و کسی هم رفت آمد نداشت. یعنی هر کی بود دوست بود که اون عکس‌ها هم پخش شد. من نمیدونم اون کسی که عکس‌ها رو پخش کرد حتما حالا اون کسی بوده که فیلم تولد رو چون پخش کرده. چون خب این دو تا نمیتونن با هم در ارتباط باشن. یکی این عکس‌ها رو رسونده به اون شخصی که می‌خواسته فیلم رو بده، یعنی یک هماهنگی قوی. نه من اینو بعید میدونم همچین چیزی باشه. عکس‌ها رو کسی پخش کرد که تو خونه من رفت آمد داشت، ولی فیلم تولد رو نه، از تو خونه من پخش نشد. پس خود شخص تو برای جلب توجه این کارو نکردی که بگی حالا که صاحب اون تولد گذاشته رفته منم بیام تلافی بکنم؟ تلافی در کار نبوده. به هیچ عنوان. میتونه یه خصومت باشه، یه دشمنی باشه، حسادت باشه، این کاری که برات پیش اومده. شاید برای من نبوده. نمیدونم. شاید برای شخص دیگه ای بوده. شاید برای شخص دیگه. ولی خب تبعاتش برای شما بوده دیگه. در هر حال چیز قشنگی نبود. شخصی بود. خیلی شخصی بود. اون در جواب سوال مجری که میپرسه بهت خیانت شده هم میگه نه بهم خیانت شده و نه خیانت کردم. هرچی بوده تقدیر بوده. میگه خیانت کردی یا خیانت دیدی؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. یه چیز متقابل با احترام بوده. پس نه خیانت کردی به کسی شما، نه کسی به شما خیانت کرده. دقیقاً. روال عادی زندگی پیش رفته با توجه به شرایطتون. یه چیزی به اسم تقدیر. به اسم تقدیر. تصمیم نبوده. تصمیم تو نبوده؟ نه. تقدیر بوده. شرایط بوده. شرایط. خب این یه جواب کلی و تمام. حالا یه ما جواب کلی و تمام. پس همه چیز با احترام و عشق و بر مبنای تقدیر. بله. اما انگار شادمهر نظر دیگه ای داره، چون اون بعد از کات کردن با ژینا آهنگ عروسک مغازه‌ای رو منتشر کرد که تو اون به دوست شدن ژینا با شخص دیگه اشاره میکنه. رفتی و نوشتی که از دوری من حلالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی. نظر شما درباره حرفای ژینا چیه؟ به نظرتون ممکنه که در آینده این دو نفر به هم برگردن؟ برامون کامنت کن. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشین.